سلام رفقا، امیدوارم حالتون عالی باشه. خیلی خوش اومدید به بخش دوم روش مطالعه دروس امتحان نهایی با درس عربی. امروز در خدمتتون هستیم و می‌خوایم راجع به عربی صحبت کنیم. اینو قبلش بگم یه مقدمه که به نظر من مزخرف‌ترین درس در تمام تاریخ عربیه. عذرخواهی می‌کنم از معلم عربیای عزیز و فکر می‌کنم من بیشترین درگیریم در زندگی با عربی بود. البته اینم بگم که من امتحان عربی رو 20 شدم و عربی تو کنکور ما هم بود. کنکورش هم 80 زدم، 25 تا سوال بود، من 20 تا زدم، هر 20 تا درست 80%. و اینم جالبه بدونید که من 7 فروردین که رفتم سر جلسه آزمون قلمچی 20 یا 21% زده بودم عربی، یعنی در بازه تقریبا 2 ماهه هم امتحان نهایی رو 20 شدم، هم کنکور رو 80 زدم. یعنی خواستم بهتون بگم که کاملا شدنیه در بازه کوتاه نمره 20 امتحان نهایی گرفتن، 100% شدنیه برای درس عربی. ولی خب درس چغریه، چون زبونیه که احتمالاً ما همه باش مشکل داریم و نمیتونیم بخونیم درست درمون، برای همین اذیت کننده است. شاید شما ان شاءالله که شما مشکل ندارید، ولی من خیلی مشکل داشتم. ولی دلیلی نمیشه که نخونید، دیگه مجبورید بخونید چون که توی امتحان نهاییتون هست و جزء دروس عمومیتونه. هم بچهای 11 هم بچهای 12 باید بخوننش. برای بچهای 10 چیکار کنیم، بخونیم یا نه؟ خب بریم سراغ عربی. روش مطالعه عربی. ادبیات هم که قسمت قبل گفتم دیگه، اگه ندیدید ویدیوشو حتما ببینید. خب راجع به عربی با هم دیگه شروع کنیم به صحبت کردن. با این گفتم دیگه به نظر من چغر ترین درسه، بدبتنه، ولی میشه کاملا ازش نمره و تراز خوب در امتحان نهایی گرفت. خب من بار مندیش رو بیارم. اول رو بار مندی با هم صحبت کنیم که قراره چطوری نمره بده، چطوری از عربی باید نمره بگیریم. بخش اولی که راجع بهش حرف میزنیم مهارت واژه شناسیه. 2 نمره تو امتحان نهایی داره و به نظر من بخشیه که شما باید نمرش رو بگیری. یعنی اگه نمره از دست بدی، همون جمله که الان اومده شما میگه خوده اومد تو ذهنتون، نمره واژه شناسی رو دیگه باید بگیری دیگه. یعنی اگه میخوای واژه هم نمره نگیری قراره چیکار کنی؟ واژه شناسی رو جالا من بخون نمره بگیر. چطوری بخونیم؟ مثل ادبیات که مثال زدم، آقا لغت‌ها رو که میخونی هر شب، هر کدوم بلد نبودی یه ستاره کنارش بزن. بعداً موقع مرور لغت ستاره دار باز بلد نبودی بنویس. ننویسی سر جلسه امتحان نمی نویسی یا اشتباه میکنی، پس حتما رعایت کن و بنویس. این از این. حالا واژه شناسی خیلی در ترجمه به فارسی هم بهتون کمک میکنه. یعنی شما باید واژه بلد باشی بتونی یه جمله رو ترجمه کنی دیگه. حالا جدای از اون یه سری قواعدی که ترجمه عربی به فارسی داره، مثلا چه میدونم فلان حرف قبل فعل بیاد فعل اینجوری معنی میشه، یا نمیدونم قبل یه کلمه دیگه بیاد اینجوری میشه، که توی جدولم هست. مثلا لای نفس جنس انقدر نمره ازش سوال میاد فلان اینجور داستانا، جمع کم اینا رو باید رعایت کنی. واژه باید بلد باشی که بتونی معنی جمله رو هم به برگردون به فارسی بکنی. اینو بلد باشی 9 نمره است. 9 نمره ترجمه جمله است، یعنی برگردون به فارسی. با معنی واژه میشه 11 نمره. یعنی شما تو همینجا اگه دوست عزیزی هست که دنبال پاس شدن، فقط پاس شدی، خداحافظ. اوکی؟ و 11 نمره ای که به نظر من شما اگر هدف داری میخونی، یعنی هدفمند داری میخونی، برای رشته خوب داری میخونی، 11 نمره ای که توش حق خطا وجود نداره. یعنی مثلا یه جایی تو سر امتحان شدی 19، یه نمره اشتباهت نباید برای واژه باشه، نباید برای ترجمه باشه، چون بخشیه که دانش آموزای خوب نمرهشو میگیرن، 100% میگیرن، شک نکنید. یعنی دانش آموز خوب اشتباهش اینجا نیست. اگه میخوای از رقابت عقب نمونی، واژه و ترجمه رو باید بگیری. یعنی این که بحثی نیست توش. آیا برای این بخش کلاس ببینم؟ نه. چرا باید کلاس ببینی براش واقعا؟ آیا نیاز کلاس ببینم؟ نه. بجز کجا؟ اونجایی که قواعد توش درگیر میشه، اونجا رو اگه میخوای ببینی اشکال نداره. ولی مثلا میخوای بری سر یه کلاسی که معلم بهت بگه که عزیزم بنویس این معنیش میشه این معنیش میشه این، وقت میخوای در بدی، برو بسم الله. در غیر این صورت میخونی، واژه رو مرور میکنی، سوال حل میکنی، نمونه سوال حل میکنی و تمام. یعنی بستی کارو، 11 نمره رو گرفتی، شک نکن. جایی که مهم میشه دیگه عربی میشه کاربرد قواعد. 7 نمره. 7 نمره شما قواعده. یعنی رقابت تو این 7 نمره است. رقابت برای نمره بالا تو این 7 نمره است برای قواعد. و به نظرم خیلی هم درگیری زیاد داره. چرا؟ چون که تو یه چیزی رو برای قواعد یه دستور زبان یه دیگر رو بخونی که اصلا هیچ جایی در زندگی ازش استفاده نکردی، نمی‌کنی و نخواهی کرد. انگلیسی رو حالا شاید یه زمانی استفاده کنی، ولی عربی رو استفاده نمی‌کنی. منطقی بخوایم با هم بحث کنیم. مثلا من دلیلش در وجود این درس رو در مدرسه نمیفهمم، حالا به دلایل دینی اون کاریش ندارم،
ولی خب به هر حال شما مجبوری الان دستورشو بخونی بری امتحان نهاییشو بدی دیگه. اوکی؟ من خودم همین بودم دیگه، مجبور بودم. چیکار میکنی؟ یعنی اینو قبلش بگم، اگر شما دانش آموزی هستی که مهارت خودخوان بودن نداری، یعنی نمیتونی، حوصلت نمیکشه بری بخونی یا اصلا متوجه نمیشی، اوکی، حق دیدن کلاس در بخش دستور رو داری. کیو ببینم؟ قبلا هم گفتم دبیر دل بخواهیه. من میخوام آقای فلاحی رو ببینم، که من میخوام آقای واعظی رو، هر کی، برو 10 دقیقه‌شو ببین با کی حال کردی، همونو برو ببین. همشون خوبن، یعنی همشون قطعا وقتی اینجان، وقتی به این پروسه رسیدن، به این مرحله رسیدن، دبیر خوبی ان دیگه که به این را رسیدن. اوکی، پس اینجا شما میتونی کلاس ببینی، اما آیا صرفا کلاس دیدن کافیه؟ خیر. رفقا کلاس 20% نمره رو بهت میده، 80% دیگه خودت، تمرین و تکرار خودته. حالا تو قواعد چطوری تو به تسلط میرسی؟ با استمرار، با پیوستگی. من یادم تو دفتر برنامه‌ریزی نوشته بودم دوران کنکور خودم که از اردیبهشت شروع جدی عمومی. بعد از اونجا بعد چیکار میکردم؟ میومدم هر شب 5 تا دونه تست عربی قواعد میزدم. حالا تو لازم نیست تست قواعد بزنی که 5 تا دونه برو از اون قواعدی که خوندی سوال تشریحی حل کن. یه مبحث مثلا درس خوندی، قواعدشو خوندی، هر شب 5 تا، یک هفته اینو برو، میشه 35 تا دونه سوال از اون قواعد درس تو حل کردی قبل امتحانات تازه. یعنی تو الان تازه داری میخونی درس دیگه، بستی پروندهشو، خیال داره، یعنی عالی میری سر جلسه و امتحانشون میدی. اوکی، پس میتونی کلاس ببینی، مشکلی نداره برای کلاس دیدن. اگه با درسنامه اوکی نیستی، کنار نمیای، کلاس ببین و حل نمونه سوال. خیلی مهمه توی دستور رفقا. یعنی شما وقتی میخوای دستورت قوی شه، قواعدت قوی شه، باید نمونه سوال حل کنی، مدل‌های مختلفش رو ببینی چطوری ازش سوال میاد، کجا رو میپیچونه، کجا رو نمیپیچونه. با حل سواله که شما کار در میاری، یعنی کار در نمیاد اگه سوال حل نکنی. مطمئن باش یقت تو سر جلسه امتحان میگیره. پس از من نصیحت رو داشته باش، سواله رو حل کن. کجا میگم حالا این بکنم. و بخش آخر مهارت درک و فهمه که مثلا 4 تا کلمه میدم میگم بجین بسلش کن فلانش کن. اینجا هم به نظر من گیر نیست. یعنی شما اگه درست درس رو خونده باشی، درست هر درس از کتاب کمک آموزشی خونده باشی، 2 نمره رو قطعا خواهی گرفت. ولی برای اطمینان بازم میگم از اینم میتونید به طور پیوسته هفته ای مثلا 2 تا سوال درک مطلب حل کن، هفته ای 3 تا سوال درک مطلب حل کن. استمرار، پیوستگی توی عربی خیلی مهمه. این عربی رو تو یهو پیشرفت نمی‌کنی. من همیشه به بچه‌ها این مثال میزنم، میگم پیشرفت توی عربی رو اگه یه کوه در نظر بگیری، الان نقاشی هم زیاد خوب نیست، اوایلش مثل بالا رفتن خیلی سخته، دهنت صاف میشه، خیلی سخته، یعنی یهویی پیشرفت نمی‌کنی. خب ولی وقتی بری بالا برسی دیگه پایین اومدنش خیلی راحت، یعنی دیگه بعد میافتی تو سرازیری. یعنی اول سر بالای زیاد و یه سر پایینیه. و ماشاءالله من خودم همینجوری بودم. بچهای ما که از لحاظ عربی ترکیدن ها یعنی از لحاظ عربی ترکیدن، از راهنمایی تا حالا تو عربی ترکیدن. خب پس این شد داستان عربی خوندن و مدل عربی خوندن. حالا روش مطالعه‌اش رو که توی مبحث به مبحث گفتم، توی هر بخش باره مندیش رو. در بخش بعدی راجع منبع مناسب، دوباره شما هر کتابی الان داری خوبه، نیاز به تعویض کتاب نیست. اما اگر کتاب نداری، تا حالا کتاب نگرفتی، به نظر من فرمول 20 خوبه. ولی اگه خیلی سبز داری عالیه، اگه کتاب مهر و مهر داری عالیه، نیاز به تعویض کتاب نیست. اگه نداری فرمول 20. حالا کلاس چی؟ برم یا نه؟ گفتم کلاس کجا؟ برای قواعد حق داری بری. آیا لازم حتما بری؟ نه. و من عربی هم سر کلاس معلم مدرسه‌ام نرفتم، برای قواعد کلاس بیرونم نرفتم، تو کنکورم بود برام، خودم خوندم. یعنی پیوسته استمرار داشتم و عربیه رو از 20% آزمون قلمچی رسوندم به 80%. شما که برای امتحانات قطعا میتونی 20 رو بزنی تو گوشش. اوکی؟ پس روش مطالعهش اینجوریه که شما باید توی عربی استمرار داشته باشی. قلم یک استمراره. 10 تا سوال حل میکنی، هر 10 تا رو نمیفهمی. فرقت اینجا با دانش آموزی که میره نمرهشو 20 میگه، میدونی چیه؟ اون دانش آموزی هم تو این موقعیت قرار میگیره. تو کتاب رو میبندی میذاری کنار، اون دانش آموزی که نمرش 20 شده، سوال 11 هم پرروبازی در میاره و میره سراغش. پس اگر قراره عربی رو نمره بگیری ازش، باید پررو باشی توش. مثلا ریاضیه. یعنی من خودم دوران کنکور خودم بود یه زمانی ریاضی 10 تا سوال حل میکردم، خداوکیلی 10 تاش غلطه، نصفشو نمیفهمیدم، نصفش هم نصف حل میکردم، اصلا هیچ.
ولی میرفتم 11 میرم میزدم تو گوشش، یعنی بازم 11 در نمی اومد ولی این میرفتم تا یه جای دیگه آخر رو رسیده بود به جایی که من 10 تا دونه سوال نردبان میزدم هر 10 تا درست. ولی این بازش از 365 روز طول کشید. یعنی یه شبه نمیشه، 2 شبه نمیشه، 3 شبه نمیشه، یه هفته ای نمیشه. گفتم پیوستگی استمرار توی عربی خیلی مهمه، باید استمرار داشته باشی براش. این از این. پس برای قواعد شما میتونید کلاس ببینید، اما حتما باید سوال حل کنی، نمونه سوال حل کنی. نمونه سوالا رو از کجا حل کنی رو فقط دوباره سایت قلمچی منبع اولتون میتونه باشه، کلی نمونه سوال توش هست. میری سوال حل میکنی، ایرادو در میاری، برمیگردی سراغ کتاب بعد مرورش میکنی. مثلا یه جای دیدی قواعد یاد رفت، میری اون قواعد رو مرور میکنی. اون لغت رو بلد نبودم، لغت رو نگاه میندازی. اوکی؟ بعد که این کارو کردی، برای جمع بیا آزمون تشریحی ها رو بزن. مثل چی؟ به نظر من اول ماست، چون پاسخنامه خفنی داره، بزن تحلیلش کن. اوکی؟ بعد که مازو زدی برو قلمچی بزن، گزینه 2 بزن. همشون در امتحان نهایی آزمون تشریحی برگزار میکنن، پارسالا رو بزن. بعد دوباره مرور جمع، هر جای دیدی اشکال داری برگرد سمت کتاب اونجا رو مرور کن. حالا این میشه مدلی که شما باهاش میتونی امتحان نهایی رو قطعاً 20 شی، شک نکن. اگه درست این گام هایی که گفتم رو انجام بدی، نمرت زیر 19 نه تنها نخواهد بود بلکه 20 هم میشه. امیدوارم که از ویدیو استفاده کرده باشید و دوباره اگه نظر چیزی دارید حتما بهمون بگید. من خیلی خوشحال میشم که بدونم نظراتتون راجع به ویدیو چیه و اگر هم دارید از کانال یوتیوب میبینید خیلی ممنون که ویدیومون لایک کردید و ما رو سابسکرایب کردید. ممنون، خدا نگهدارتون.